کشور ما برای در همکاری با جامعه جهانی عملی نمودن پیشنهاد تاجیکستان درباره اعلان نمودن 10 ساله نوی بین المللی آب برای رشد استوار جد و جهد می نماید. در این جاده مساعدت به تطبیق فراگیر 10 ساله مذکور که با پیشنهاد تاجیکستان و با اتفاق آرا از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلان گردید یکی از وظیفه‌های مهمی دوره نزدیک به شمار می رود. از طرف مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکین در همکاری با نامزد علم‌های طب اکادمیک ملاظهور طاهری در شهر پنجکین همایش آزمون علمی از روی کتاب نامزد علمی طب اکادمیک ملاظهور طاهری آب از طلا قیمتتر بخشیده به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018 2028 و 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق ریاضی و طبیعت شناسی در ساحه معارف برای سالهای 2020 و 2040 و همزمان 70مین سالگرد مولود این طبیب شناخته برگزار گردید. در آغاز این کنفرانس آزمون علمی در صحن تالار قصر دیالوگ ها نمایش کتاب ها و توصیه های اکادمیک نامزد علم های طب ملاظهور طاهری به معرض گذاشته شد. همزمان اینجا یک سلسله داروها و دیگر واسطه های طبابتی که ملاظهور طاهری در اساس گیاهای طبیعی تاجیکستان آماده کرده شده است برای اشتراکچیان این همایش علمی پیشنهاد گردید. ضمن صحبت یکی از تشکیل کنندگان این چاره‌بینی استاد مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکین شرف جباروف اندیشه هایش را چنین ابراز نمود. ما اقدام گرفتیم که امروز یک کنفرانس آزمون علمی از روی کتاب دکتر طاهری ملاظهور طاهری آب از طلا قیمتتر یک کنفرانس آزمون گذارانیم با اشتراک خود مؤلف کتاب. چاره‌بینی ما دانشجویان کالج طبی، کالج آموزگاری و دانشکده آموزگاری در شهر پنجکین اشتراک میکنم. من حکمتزاده کرامت الله مدیر کافدره گئوگرافی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین امروز تصمیم گرفتیم که با کالج طبی شهر پنجکین یک برنامه بخشیده به موضوع آب کنفرانس علمی گذرانیده باشیم که مقصدی برگزار نمودن این کنفرانس علمی ما در آن میباشد که باید اهالی که در کره زمین زندگی میکنند به قدر و قیمتی آب نوشاکی رسند و برای استفاده عاقلانه آب سهم خود را گذارند و در این کنفرانس ما دکتر علم ها ملاظهور طاهری اشتراک می نمایند و برنامه‌ای که ما امروز با همراهی کالج طبی شهر پنجکین آماده نمودیم از کتابی بزرگ همین دکتر ملاظهور طاهری گرفته شده است. من مختارزاده جمعگل در کالج طبی شهر پنجکین تحصیل میکنم. خیلی که امروز ما در کنفرانس آب از طلا قیمتتر اشتراک میکنیم بهوده نمیگویند که زندگی از آب گیرد ابتدا آب می آرد به ما نور و صفا نوبهاران می شود از آب هست بلبلی شوریده نیست از آب مست روشنی در خانه زی آب نست گویا در آب هم آفتاب است. آره با فرمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خیلی که سال 2003 را آب تازه اعلان نمودند. آب یکی از در زندگی اساسی ترین چیز به انسان می باشد، یعنی در یک شبانه روز هر یک انسان می تواند از 1.5 تا 5 لیتر آب را استعمال نماید و در دوران زندگیش تا 40 تن آب استعمال میکند و به همه اهالی شهر پنجکین یعنی رسانیدنی هم که آب نوشاکی را حتما صرفه‌کارانه استفاده برند، چون که تا امروزه که ما اینقدر آب داریم شاید در دیگر وقت اینقدر آب به دست آورده نتوانیم. دادخواه و شهنازه هستم، دانشجوی مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکین.
مقصد و مرام اشتراک در همین آزمون امروز از چه عبارت است؟ آب یکی از معجزه های طبیعت می باشد که به موجود بودن آب ما نیز وجود داشته نمی توانیم. آب سرچشمه همه پاکی ها بوده، حیات نیز از آب سرچشمه می گیرد. حیات از آب ناب و جاودان سرچشمه می گیرد و آب از قله بام جهان سرچشمه می گیرد. حیات و آب پیوندند و اندر سازمان دهر ز فضل پیشوای تاجکان سرچشمه می گیرد. میرزا یوسف طاهری طبیب خلقی از سال 1984 در آسایشگاه شاهنبری فعالیت و کار میکنم. اساساً طبابت ما با گل و گیاهای تاجیکستان است، چون که بهترین گل و گیاها در ما موجود است و چند بارها که سروری دولتی ما در پیام‌های خود برآمد کردند زیاده از 4500 گل و گیاهای شفابخش در ما موجود است. ما برای همین مردم را با اون تلقی میکنیم که بیشتر با گل و گیاهای خودمان رو آورند، چون که امروز داروها اکثریتش جوابگوی قریب که طبابتی نیست، بسیارتر با فرما کار میکنن. برای همین همه این گیاهایی که ما در اینجا دیده استوید از مبادهای خودی تاجیکستان است. برای همه نیازمندان تنی صحت و خاطر جمع تمنا دارم هیچ وقت بیمار نباشند، چون که بهترین گوهر و گنجی من شما این سلامتی است. همه مردم همه داروهایی رو که شما از کجا دسترس کردن شما؟ مردم میتونن که داروهای ما رو از خود حتی شهر پنجکین که من مدت 2 سال شد یکی از رفیقان خودم سهراب غفارов رو که با این راه علاقه شناس کردم و آموزاندم، میتونن که آنها جای دائمی سوداشون در نزد چایخانه اکای مهودین همونجا سودا میکنن. جای استقامتشون باشد کوچه ترشکوبا. ترشکوبا هستند. اینها همه طبیعی هست. همش طبیعی است، همش حجت دارد، سرتیفیکات، پاتنت، چون که اینا علاقه مدت چند سال ما آموختیم و به مردم پیشنهاد کردیم و در خود همینجا هم علاقه چند تا آدم شفا یافته هستند. حتی من در دفتر شفایابی خودم فقط 69 نفر تنها بی فرزندان شفا یافته که قایتوش هست، از کلخاسشون، از کوسه تراش، از غریبه و از قشلاق‌های دیگری جا. بعد اونها که با سنگ گردی و تلقدان مراجعت میکنن. همان سینای بزرگوار میگوید که در دنیا دردی بی‌دوا وجود ندارد بغیر اجل، اگر در بیمار خواهی توبت شوی باشد. افسوس که ما امروز به قدر گل و گیاهای خودمون نمیرسیم. کنفرانس آزمون علمی را استاد مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکین شرف جباروف آغاز بخشیده نخست درباره زندگی نامه و نقش اکادمیک نامزد علم‌های طب ملا ظهور طاهری در پیشبرد ساحه طب و استفاده از گیاه‌درمانی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده همزمان او را با 70مین سالگرد مولودش صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود و تاکید کرد که واقعا کتاب نوبتی ملا ظهور طاهری آب از طلا قیمتتر یکی از تحفه‌های خیلی ارزنده با اقدام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار می باشد. یکی از شاعران اسدالدین قمرزاده در سلسله به دوستان مهربان و افتخار دکتر ظهور طاهری گفته بود: از دیه پودخین کوهستان بالای زرافشان طبیب پیدا شده کرد تمام عالم را حیران. کی بوده است او؟ گفت پرسید اگر ای دوستان وارث بوعلی سینا ملا ظهور طاهریان. طبیب خلقی است، هم دانشمند علم طب، صاحب چند هنر است. این شعار مرد حبیب دوا می کند بیماران را با گوناگون طبیعی گیاه. از سخنهایش بیماران و زودی می یابند شفا. در کتاب مشهور جهان گینیس هست نام آن. گشته باید در عالم چون افتخار تاجیکستان. شعار دارد وای 100 سال عمر دارد. هر انسان با دانش خود اثبات کرد این را در طب جهان. از این رو من اول میخواهم ترجمه حال مهمان عزیز ما را به شما معرفی کنم. دکتر ملا ظهور طاهری نامزد علم‌های طب اکادمیک بهترین طبیب روسیه در سال 2002
بهترین طبیب جهان در سال 2004. منظور طاهری دکتر، روانپزشک، کاردیولوژ، گیاهپزشک، منوالیست، طبیب خلقی، بهترین طبیب روسیه در سال 2002، بهترین طبیب ابتدای هزاره 3، بهترین طبیب جهان در سال 2004، بهترین طبیب خلقی تاجیکستان در سال 2005. دکتر طاهری با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدال شفقت مکافاته شده است. با نشانهای گیورگ مقدس، روح مقدس، سال 2011 با مدال صداقت و قسم گیپوکرات سزاوار گردانده شده است. اعلاچی فرهنگ تاجیکستان، اعلاچی مطبوعات تاجیکستان، نامزد علمی طب، اکادمی بین المللی علوم‌های جامعه شناسی و طبیعت شناسی و اکادمی پروبلم‌های بی‌خطری و حفظ حقوق روسیه سال 2006. اینچنین سال 2009 اعضا کرسپاندنت اکادمی فن‌های تکنولوژی روسیه گردیده است. از سال 2003 عضو اتفاق نویسندگان و ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان، عضو اتحاد بین المللی نویسندگان است. از سال 2006 اعضای پالات سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان. از سال 2009 اعضای اتحاد جمعیتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اکادمیک طاهری اینچنین عضو جمعیت گیاهشناسان روسیه، عضو شورای هیئت تحریری مجله بین المللی گیاهدرمانی عملی بوده. نام او به کتاب رکوردهای گینس سال 2003 شامل گردیده است. سال 2008 و کتاب‌های رکورد دستاوردهای فدراسیون روسیه داخل شدند. سال 2012 با دیپلم و مدال طبیب افتخار قزاقستان سرفرازان گردانده شدند. فعلا اون کس رئیس اساسیاسیون گیاهپزشکان و طبیبان خلقی جمهوری تاجیکستان، مؤسسی جمعیت دارای محصولات محدود مهری گیاه، سروری خواجگی دهقانی دکتر طاهری در ناحیه عینی، دیرکتوری نشریه تیپ، روزنامه سالمی و درازعمری و مجله تیپ و طبابت است. او درماندان زیاد را در جمهوری‌های آسیای میانه، مناطق بزرگ فدراسیون روسیه از مسکو تا نخودکا، جمهوری‌های بلاروسیه، اوکراین، جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عرب، مصر، هند، آلمان و غیره طبابت کرده است. مؤلف 3 اشعار، 40 کتاب و دستور و بیشتر از 350 مقاله‌های علمی و عمومی است. از سال 2018 اینجانب رئیس اتفاق نویسندگان بین الخلقی و طبیبان است. 20 نوع گیاهچا و داروها از گل گیاه‌ها اختراع کرده است که سزاوار یک قطار مکافات و دیپلم‌های بین الخلقی گردیدند. اینچنین بالزام، سیگار طبابتی، زمش، فیرولاخید، اینچنین کریم‌های خوشروی و ترنگین از دکتر طاهری اختراع کرده در استحصالات جاری نموده است. شعار آن کس صلح در تمام جهان و سالمی و درازعمری و تمام آدمان دنیا است. به نزدیکی کتاب معروف ملاظهور طاهری آب از طلا قیمت‌تر که با جنبست دانش‌ها درباره آب با توجه خاصه و خاصیت‌های مواجبی و استفاده عملی آن در تشخیص، آگاهی، پیشگیری و بیماری‌های گوناگون بخشیده شده است در نشریه استعداد انتشار گردید. مسئله‌های فراگیری کتاب در اساس تشخص‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان مربوط به آب آشامیدنی در جهان میباشد. در چند باب کتاب دایر به خصوصیت‌های شفایی آب و آب درمانی سخن می‌رود که خیلی مفید و آموختنی است. کتاب محصول برای دایره وسیع خوانندگان و مخصوصا برای دکتران و طبیبان، عالمان و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه و کالج‌های طبی نوشته شده اهمیت کاربرد و استفاده بری دارد. شاعر خلقی تاجیکستان قطب کرام به حق استاد نوشتند: طاهری را ظهور می‌زیبد، دلی همچو بلور می‌زیبد، دیده روشنی چو آب زلال، نور بالای نور می‌زیبد. در حضور همین بلند اختصاص قطبیان حضور می‌زیبد، خلق نیکوی دلشناسان را بخت و اقبال زور می‌زیبد.
حیات از آب نابود جاویدان سرچشمه میگیرد و آب از قوله بامی جهان سرچشمه میگیرد و آب از قوله بامی جهان سرچشمه میگیرد حیات و آب پیوندند و اندر سازمانیده حیات و آب پیوندند و اندر سازمانیده زی فضلی پیشوایی تاجیکان سرچشمه میگیرد زی فضلی پیشوایی تاجیکان سرچشمه میگیرد خطی برنام از آبی تازه شدن در جهان برای جلب همکاری کناری تاجیکستان بود زی پنج وخش سیهون و زرخشان پر از سرابه سراسر دستگیری یافتین برنامه ممتاز سراسر دستگیری یافتین برنامه ممتاز اقدام نکرد آب از بحری حیات آمد لیوای پیشوای تاجیکان پیکی نجات آمد ملاقات انجمنها بود که در این آستانی ملاقات انجمنها بود که در این آستانی پیامی آلمانی عالمی آب از نشاط آمد پیامی آلمانی عالمی آب از نشاط آمد دیگر برنامه باشد بهر حفظی آب همکاری زی آب و ناب ما نور ضرر آید فقط یاری همه اقدام نکرد بود از این برنامه سبزد همه اقدام نکرد بود از این برنامه سبزد بود آبی سر زیما به آبان مددگاری بود آبی سر زیما به آبان مددگاری نوین یک مجد از برنامه آبی زلال آمد بر رشدی استوار اقدام یا بوجود کمال آمد نوین یک مجد از برنامه آبی زلال آمد
رشدی استوار اقدام یا باوجود کمال آمد پای پیوندی 10 ساله بین الملل امروز زیهی شاه عادل قدنامه به زوال آمد زیهی شاه عادل قدنامه به زوال آمد زیهی شاه عادل قدنامه به زوال آمد زیهی شاه عادل قدنامه به زوال آمد. در نزد اشتراکچیان این کنفرانس آزمونی علمی دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی شهری پنجکین عنایت و صدبرگ مختارزاده جمعگل دادخواهی و شهنازه پیرامون موضوعهای مبرم بخشیده به آب معروضه ها کردند. بعد به دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان با راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عضو کامل حقوق تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ جهانی گردید. عضویت به این نهادهای جهانی و بین المللی به تاجیکستان امکان داد که آید به مسائل حل طلب و مشکلات گلوبالی سیاره موقع خود را معین و برای حل آنها پیشنهاد و تکلیف‌های سازنده به میان گذارد. باعث خوشنودی است که پیشنهادهای اساسناک، مهم و سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان آید به مشکلات سیاره از جانب کل کشورهای عالم عاقلانه و پیوست جانبداری عمیق پیدا می‌کند. این عامل در بالاروی و وسعت آبرو و اعتبار تاجیکستان در سطح جهانی نقش مهم می‌بازد. این است که امروز کشور ما در عرصه بین‌الخلقی به صفت تشبثکاری حل مسائل گلوبالی وابسته به استفاده ثمرناک ذخیره‌های آب اعتراف گردیده است. محاکمه و بررسی تمام مسائل مربوط به مدیریت ذخیره‌های آب، طرح‌ریزی تلاش‌های بین المللی برای حل مشکلات وابسته به تامین دسترسی تمام مردم سیاره به آب تازه آشامیدنی و راه‌اندازی همکاری در همه سطح‌ها با جلب و اشتراک فعال کشور ما صورت می‌گیرد که برای بالاروی مقام تاجیکستان سهمی به اندازه کلان دارد. از جمله پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با درک مهمیت مسائل مبرم با